داستان کوتاه امانت به قلم نویسنده تاجیکستان شاه منصور شاه مرزا. هر کس در سیمای دیگری بدون هیچ دلیل دشمن یا بدخواهش را می دید. چهره‌ها آشفته، مأیوس و غمزده. شهر رنگ و رو باخته و فیض و صفا از دامنش رفته بود. کارخانه ها اکثرا تعطیل یا نیمه باز، ماشین کم و شبانگاه اصلا نبود. در دانشگاه ها بسته. عین هرج و مرج در پایتخت کشور. شهر آبستن یک جنگ و نابسامانی. همان تیر ماه من دانشجو در کوچه یکی از همدهگان را دیدم. با گرمی آغوشم گرفت و پس از پرس و پاس گفت: در دهه آوازه شد که تو را کشته اند. این خبر مشوشم کرد. دیگر آرامی نداشتم. فقط در فکر پدر و مادری بیمارم بودم که از شنیدن این خبر چه احوالی داشته باشند. یک صحنه مدام به یادم میزد. در بچگی عاشق فطیر بودم و مادرم به کار صحرای و خانه و نگاه و بینی ما و گاو و کاله بند می شد و بیشتری وقت فرصت نمی کرد برایم فطیر جزدار پزد. از سیمچوبی پشت خانه به بالای بام آشخانه می توانستم چسبم و بالا روم. مثل گربه رفتم و با آواز بلند که همسایه ها شنوند به طعنه مادر سر کردم: زن کلان شو خورد، زن کلان شو خورد. مادرم که از پدرم چند سال بزرگ بود چه جانش را می گرفتی و چه این طعنه را می زدی. تا حرفهای مرا شنید از سری تشت لباسشویی با دستان کفکالو دوید و آمد و به زاری سر کرد: در پیش پاهات سرم مانم بچم، حاضر می پزمد. و پخت. همین صحنه در ذهنم غلیان داشت و پیاده از گلستان به اداره پاچته رفتم و دیدم همه درها بسته. کفشهایم را هم به یک موزه‌دوز یهودی برای تعمیر داده بودم. رفتم. در دوکان او هم قفل زده. پیرزن نانفروش سر راه گفت: داوود پریروز به اسرائیل رفت. بخت ما بخت می شد، قد ما درخت می شد. این بود تسلی دلم در آن لحظه ها و شتابان ملول از کوچه های پر از آدم گذشته به خانه اجاره رسیدم. شریکم نآمده بود و کلید را در جای همیشگی که فقط هر دو می دانستیم با این نوشته: من دیه می روم با قطار. تا دیدار را گذاشتم و بارخلته ام را که 2-3 پیراهن کهنه و چند کتاب و دفتر بیشتر نداشت سری کتف نهادم و به طرف ایستگاه قطار دویدم. هیچ اتوبوس در شهر نمی گشت. ایستگاه قطار محشر را می ماند و به دکه بلیط فروشی نزدیک شدن بیفایده بود. سگ صاحبش را نمی یافت و نیم ساعت دیگر قطار دوشنبه کانی بادام حرکت می کرد. به خیالم زد یک شناس دور همینجا در ایستگاه قطار کار میکند. یک دلم گفت پیشش روم و التماس کنم بلیطم یابد، ولی غرور جوانی اجازه نداد. این در زمستان برفت نمی دهد. پیش همان روم؟ مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان. بهترش پیاده به دهه می روم و از او حاجت نمی خواهم. میلیسه ها و مهمانداران با مسافرانی که میخواستند بدون بلیط سوار شوند کشاکش داشتند. داد و وای و هیاهو، بعضا حقارت و دشنام از هر سو به گوش می رسید. دیدم 2 مسافر جوان تنومند از گریبان مهماندار کل گرفته او را از قطار پایین آوردند. همین لحظه از فرصت استفاده کردم و خود را به درون وگان گرفتم.
درون کوپه رفتم که 6 نفر نشسته بودند و کنار یک جوان همسن و سال خودم قرار گرفتم که به همراهش خود را جفس کرد و من جا شدم. روبرویم را که نگاه کردم، همچنان که دست تر به سیم ناقل میزند برقم زد. زنی جوان با رومال سفید می نشست که روی گردش سفید تر از روسریش بود. ابروانش پیوسته، گونه ها مثل سیب سرخ و چشمان پر از کرشمه. از آن چشمانی که فکر میکنی درونش آب دارد. خواسته و ناخواسته هر کس را مسحور می ساخت. نادیده گرفتم. سن و سالش از من بیشتر بود و حدس می زدم نوجوان پهلویش برادرش باشد. نمی توانست فرزندش باشد چون سن و سالش نمی خورد. چند دقیقه بعد قطار هشدار کشید و حرکت کرد. راه روها پر از آدم بود و گذشتن از میان آنها با سختی میسر می شد. نگاه زن مثل شست ماهیگیری به هر نفری که برمیخورد در قلاب می انداختش. هیچ آرایش نداشت. نمیخواستم مستقیم به چشمانش نگاه کنم. از سوی خجالت از زن و از سوی دیگر از نوجوان پهلویش شرم می داشتم. این از آن نگاه‌های بود که هر کس اسیرش می‌گشت. هیچ کس حرف نمی‌زد و فقط صدای پیچ پیچ کمپیری کنار پیرمرد که احتمال همسرش بود شنیده می‌شد. کمپیر به نظرم دعا می‌خواند و زبان در دهان بیدندانش به کام‌ها می‌چسبید و صدا بیرون می‌آورد. احتمال او هم مثل دیگران از اینکه از آشوب شهر جان به سلامت برده شکر می گفت و یا در حق فرزند و نبیره ها یا مسافران قطار دعا می کرد. کسی در راه رو خوراک می خورد که بوی پیاز به همه جا پیچید. چشمان زنی جوان مثل پیاله دور می زدن و من خجالتی سعی داشتم نگاه هم به نگاهش بر نخورد. در عمق چهره اش یأسی را می خواندم. نمیدانم این حس چرا در من به وجود آمد. به دلم گفتم این از آن چهره هایی است که روز قیامت خدا هم از آفریده خود تعجب می کند. نگاه ها به هم پیچید و نفس در سینه ام بند آمد. آه سبکی کشیدم. ساعت گذشت و به ایستگاه ریگر رسیدیم. قطار ایستاد. 2-3 مسافر از راهرو پریدند و پیاده شدند. چند مسلح وارد قطار شده از ابتدای وگان به پرسجوی مسافران سر کردند. فقط شناسنامه ها را می دیدند و سراپای مسافران را وارسی می کردند. وارد کوپه ما شدند. ابتدا پیرمرد 2 شناسنامه را به آنها نشان داد. زن جوان هم شناسنامه اش را به آنها داد و کمان به دست ها با دقت سراپایش را نگاه کردند. بلیط دانشجویی مرا هم دیدند و همراه با شناسنامه به دستم دادند. نوجوان همراه زن ظاهراً مدرک نداشت و به او گفتند همراهشان بیرون بیاید. زن التماس میکرد. پاسپورتش را دزدیدند. این دادرم است. خرسند شدم که حدسم درست بوده. هر 2 مسلح به حرفهای زن گوش نکردند و جوان را از کوپه بیرون بردند. بحث میانشان طول کشید و جوان را از قطار پایین آوردند. زن جوان بارخلطه چرمیش را به دست گرفت، کیفی دیگرش را به دست من داد و گفت دادر جان همین پیشتان باشد، من حاضر می آیم. من از خدا می خواستم به خاطر کدام میل نافهما به این رشک گلها خوبی و نیکی کنم. به جانم گفتم و با دست لرزان کیف را گرفتم. مدت گذشت. از آن 2 خبری نشد. دلم قرار نگرفت. به راه رفتم که همانا پر از مسافر بود.
با دشواری از بین مسافران گذشته رویم را به تیریزه راهرو قطار چسباندم که ببینم کجا رفتند. مردان مسلح 7-8 نفر را به سوی دفتر ایستگاه می بردند. دلم در قفس سینه تپ تپ می زد. آن لحظه فقط از خدا می خواستم زن و برادرش برگردند. در آن ازدحام دیگر نه مردان مسلح دیده می شدند و نه زن و برادرش. قطار سرفه کرد و به راه افتاد. کیف زن را گرفتم و دویدم که به صاحبش رسانم. مهماندار در را بسته بود و گفت تمام، ایستگاه بعدی پیاده می شوی. دلم را گرگان تله می کردند. گرسنگی هم فراموش شد. کیف بسته بود و نمی دانستم درونش چه هست. در ترمیز پیرمرد و پیرزن پیاده شدند و از راه رو 2 نفر پریدند و جای آنها را گرفتند. البته این را هم بگویم که به محض اینکه مسافران راهرو بیرون رفتن زن و برادرش را دیدند، مثل گرگ به کوپه حمله کردند و جای آن 2 نشستند. پریشان بودم. قطار به سمرقند رسید. حد زدم شاید زن به وگان دیگری رفته باشد و بیرون رفتم و نزد در وگان تمام مسافران را رصد کردم. نه زن و برادرش در میان آنها نبودند. کیف زن را از این دست به آن دست می گرداندم و کیف خودم را که مطمئن بودم کسی به آن دست نمی زند در کوپه گذاشتم. تقریباً نصف مسافران قطار پیاده شدند. خواب از دیده ام رفت و ماجرا را به مسافران همراه هم گفتم. مرد گفت کیف را به مهماندار سپارم. جوان دیگر که موی سرش پاکیزه تراشیده بود مصلحت داد آن را به بخش امانت آخرین ایستگاه کان بادام تحویل دهم. مردی میان سال عینکی که از راهرو به ما همراه شده بود دستش را به سویم افشاند و با بی‌پروایی گفت عجب بچه ساده ای، همینجا مانو رفت. هم پهلویم مردی تقریباً 70 ساله به سوی عینکی اعتراض آمیز نگریست و افزود به جای خیرخواهی این گپتان را بینند. میدانید که مسئله امانت نازک است، آن را به صاحبش باید برگرداند. در کتاب ها تاکید شده از فریب نماز و روزه مردم را نخورید، چون که آدمی گاه چنان به نماز و روزه عادت می کند که اگر آنها را ترک گوید احساس ترس می کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازماید. عینکی گردن تافت و در همین زمانه کی به گپ کتاب اهمیت می دهد؟ شما کلان سالان فقط یک هنر دارید، نصیحت. اگر به بشر نصیحت تأثیر می داشت هرگز خدا 124,000 پیغمبر نمی فرستاد. مرد سالمند گویا فهمید در این نصف شب با همراهان خسته و کوفته‌اش گپ نمی فارد. زیر لب با صدای پس گفت همه با عقل، همه دانا. صلاح آن دیدم نشانی محل زیست و شماره تلفن خانه را در کاغذ نویسم و به مهماندار دهم که حتما زن سراغ کیفش می آید. صبح در ایستگاه خوجند پیاده شدم. دیدم عینکی از پشت تیریزه راهرو انگشتش را به چکه سر برده می چرخاند. فهمیدم گول و گمراه هم می گوید. دست بالا بردم که اشارت را فهمیدم. اصلا برایم مهم نبود و نیست که آدمان درباره‌ام چی میگویند. سوار اتوبوس بوستان گشتم و هنوزم مشوش بودم. دلم قرار نگرفت و کیف زن را باز کردم. دنیا چه بوالعجبی ها دارد. درون کیف دفتری 60 ورقی با جلد کبود و 2 جفت کفش زنانه بود. دفتر را باز کردم و تا رسیدن به مقصد آن را ورق زدم. خط خوش و خوانا. آن چهره نکو فرشته در روی زمین خط مثل خود او زیبا داشت. او یک نویسنده بود. تا همین لحظه که این حکایت را می نویسم آرزو دارم یک بار دیگر او را ببینم، فقط برای 1 دقیقه. زن از ماجرای روزگارش می گفت.
تفصیلاتش را نمیگویم، چون رازی زن و مرد بود و همچنان که زن بارها در لابلای متن تأکید داشت که این راز میان او و مردی است که نمیخواهد افشاش کند. گشته و برگشته نوشته بود عهد کرده است آن را به کسی نخواهد گفت. آن راز فقط میان این دفتر باقی خواهد ماند. من هم افشا نمیکنم. به برنامه خاک وطنی رادیوی تاجیکستان نامه نوشتم و ماجرای قطار را گفتم. مجری برنامه نامم را خواند. مجری برنامه نامه را خواند، اما کسی نه زنگ زد و نه به خانه امان آمد. به اداره راه آهن هم نوشتم، از آنجا پاسخی نگرفتم. از آن ماجرا نزدیک 30 سال می گذرد و هر جا رفتم آن دفتر با من است. مادرم که حتی پل شمردن را نمی داند می گوید امانت را خاک خیانت نکرده است. همین حرفی او را در گوش مثل گوشواره آویختم. هنوزم این دفتری کبود در سلفن پیچیده و مهر و مم شده پیش من است. کفش ها درون خلطه در دیوار انبار خانه امان تا کنون آویزانند. دنیا تبدیل به یک دهکده شده است و هر لحظه امکان دارد این نقل از سینه به سینه، از زبان به زبان رفته رفته به گوش آن بانو رسد. نمیدانم آن زن زنده است یا نه، ولی نمیخواهم او این عالم را ترک کرده باشد. بگذار پیرزن ولی باشد. از الف تا یای آن دفتر را حفظم. اگر از این قصه آگاه شود بگویدش خاطرش جمع. ماجرای دفتر را به کسی نگفتم و آن نوشته پیش من محفوظ است. فقط همین رمز را گویدش که به سؤال پایان دفتر پاسخ یافتم. انگشتر را به آن خاطر در دست چپ می اندازند که بی هنر است. باقی ماجرا را خودش می داند. پایان داستان.